بعضی قتل‌ها از نفرت شروع نمیشن، از عشق شروع میشن. از جمله‌ای که میگه اگه مال من نباشی میخوام مال هیچ کس نباشی. اما واقعا چی پشت این قتل بود؟ دوست داشتن زیاد یا یه خشم دیوونه کننده بعد از جدایی؟ به تارزار خوش اومدین. لطفاً قبل از هر چیزی اگر علاقه‌مند به سبک موضوعات جنایی، ترسناک و واقعی هستین، حتما همین الان تارزار رو سابسکرایب کنید. زنگوله کنارش هم فشار بدین تا قبل از همه از ویدیوهای جدید من با خبر بشید. بعد از ظهر شنبه توی اکتبر سال 2022 پلیس سانتافی در نیو مکزیکو ایالت امریکا یه تماس اضطراری دریافت میکنه. از زنی که با اضطراب میگفت فکر میکنه که یه جسد توی گاراژ خونه‌ای در محله جگواره. چند دقیقه بعد ماشینای پلیس جلوی یه خونه معمولی توی یکی از محله‌های ساکت سانتافی توقف میکنن. همه چی از بیرون عادی به نظر میرسید، اما وقتی در گاراژ باز میشه پلیسا با صحنه وحشتناکی روبرو میشن. جسد یه دختر 21 ساله به اسم گریس جنینگز در حالی که با یه شمشیر بزرگ به قتل رسیده بود توی گاراژ خونه پیدا میشه. درست شنیدید، با یه شمشیر به قتل رسیده بود. اما ماجرا اینجاست که گریس اصلا توی اون خونه زندگی نمیکرد و اون خونه خودش نبود. در واقع خونه یکی از دوستاش بود که بهش گفته بود بیا اینجا بمون، اینجا امنه. ولی اون جای امن تبدیل شد به آخرین جایی که گریس جنینگز نفس کشید. بعد از کشف این صحنه 2 نفر بازداشت میشن. کیارا مکلی 19 ساله و دوست پسرش آیزاک آپوداکای 25 ساله. توی بازجویی هر کدوم یه داستان متفاوت تعریف میکنن. ولی کم کم لایه‌های ماجرا کنار میره و حقیقت آشکار میشه. پرونده امروز واقعا عجیبه. پر از جزئیات گیج کننده است، پر از تناقض، پر از روایت‌های ضد و نقیضه. ولی خب یه چیزی که توی این پرونده خیلی میدرخشه اینه که آیا واقعا پای عشق مثلثی وسط بوده یا یه جنون لحظه‌ای؟ تا آخر ویدیو همراه من باشید. کمی قبل از ساعت 2 بعد از ظهر شنبه 29 اکتبر سال 2022 پلیس سانتافی به خونه‌ای توی خیابون جگوار اعزام میشه. یه زن با 911 تماس گرفته بود و میگفت پسرش توی خونه‌ای بوده که احتمالاً شاهد یه اتفاق وحشتناک شده. مأمورها از یه دروازه چوبی کنار خونه رد میشن و میرن سمت حیاط پشتی. اولین چیزی که جلب توجه کرد شلوغی و به هم ریخته بودن فضا بود. دومین چیزی که جلب توجه کرد یه چیز قرمز روی دستگیره در بود که خیلی شبیه لکه خون بود. پلیس شروع میکنه لگد زدن به در. اینجا فضا کاملا عوض میشه. دیگه همه مطمئن بودن که قرار نیست با یک صحنه عادی روبرو بشن. صاحب خونه لنی مکلی بیرون میاد. چند ثانیه بعد دختر 19 سالش کیارا هم دنبالش میاد. لنی کاملا گیج و شوکه شده بود، اما توی چشمای کیارا میشد ترس و دید. مامورا بهشون میگن یه خانم باهاشون تماس گرفته و گفته توی گاراژ این خونه یه جسد وجود داره. از لنی میپرسن گاراژ کجاست و کلیدای گاراژو ازش میخوان. در باز میشه. داخل گاراژ پر از زباله بود، اما وسط اون شلوغی یه بدن بی حرکت افتاده بود. کنار در یه شمشیر سفوتی بود که تیغش کاملا خونی شده بود. کنارش هم یه چاقوی پروانه‌ای بود. پزشکا میرسن، اما خب خیلی زود مشخص میشه که دیگه هیچ کاری از دستشون بر نمیاد. اون جسد متعلق به گریس جنینگز 21 ساله بود و بعداً پزشکی قانونی اعلام کرد که گریس با چندین ضربه چاقو کشته شده بود. یکی از گوشهاش با چاقوی پروانه‌ای جدا شده بود و نشونه‌هایی از تلاش برای بریدن سرش وجود داشت. اما چه افرادی توی اون خونه زندگی می‌کردن؟ اسم آیزاک اینجا برای اولین بار خیلی جدی مطرح میشه. Who lives in this house? I do. You do? Who else? My daughter and Isaac Apodaca. Isaac lives in here? Isaac and Kiara mostly stay in here. I mean, they both come in and out. Isaac and Kiara are... Together-ish. I don't understand their relationship entirely. They were engaged to get married at one point, so I count him kind of as my son-in-law. لنی با یه حالت عجیبی داره توضیح میده که انگار دقیقاً نمیدونه رابطه دخترش با دوست پسرش چی بوده. میگه که یه زمانی نامزد بودن، یه جورایی دامادش حساب میشده. تو همین حینم کیارا دستمند خورده، دارن میبرنش سمت ماشین پلیس. اینجاست که مامورا متوجه میشن روی دستای کیارا بانداژ و زیرش پر از بریدگیه. البته که بعداً کیارا میگه این زخم‌ها برای صبح همون روزه و اشتباهی موقع آشپزی دستش رو بریده. اما اینطور به نظر میرسیده که این زخم‌ها
حاصل از یک درگیری شدید بوده. همزمان پلیس راهی یه مغازه موبایل فروشی میشه چون آیزاک آبوداکای 25 ساله که دوست پسر کیارا بود توی یه موبایل فروشی از همون محله کار میکرد. جالبه بدونین تماس 911 رو مادر آیزاک ثبت کرده بود و گفته بود که پسرش منتظر پلیسه. اما سوال اینجا بود که چرا کسی که مظنون به یک قتله باید منتظر پلیس باشه؟ و مهمتر از همه، دیشب دقیقاً بین گریس، آیزاک و کیارا چه اتفاقی افتاده بود؟ آیزاک رو سوار ماشین پلیس کردن، اما داستان اصلی تازه داشت شروع می‌شد. صاحب مغازه تلفن همراه بعداً به پلیس گفت روز قبل وقتی آیزاک وارد مغازه شد حالتش عادی نبوده. شوکه بوده، میلرزیده و نمیتونسته درست حرف بزنه. توی تماسی که با مادرش داشته میگفته که چیز خیلی وحشتناکی دیده. اینجا بود که مادرش 911 رو گرفت و چند دقیقه بعد آیزاک برای بازجویی راهی اداره پلیس میشه. آیزاک 4 سال بود که توی خونه خانواده مککلی زندگی میکرد. حتی یه زمانی نامزد کیارا بود. توی ویدیوهای قدیمیشون همه چی عادی و حتی خوشحال به نظر میرسید. تولدها، شوخیها، جمعهای خانوادگی، اما پشت اون ظاهر آروم فضای مجازیشون یه چیز دیگه نشون میداد. کیارا با اسمهای مختلف توی شبکه‌های مجازی فعالیت میکرد، مثل فراگی، سیج و میز. بیشتر پست‌ها معمولی بودن، محتواهای معمولی نوجوانها، تعطیلات، گربه‌ها و میم‌هایی بود که فکر میکرد هوشمندانن. ولی چند روز قبل از قتل ویدیوهایی رو منتشر کرد که به نظر عادی نبودن. اون یک سری ویدیوها از خودش و آیزاک با فیلتر قرمز تیره، خنده‌های عصبی، چهره‌های درهم توی فضای مجازیش پخش کرد. توی یکی از ویدیوها لبخونی می‌کرد: آیا با وجود همه چیز من هنوز به یک قاتل زنجیره‌ای تبدیل نشدم؟ Can we all take a moment of fucking silence to acknowledge the fact that despite the bullshit, I have yet to turn into a serial killer? این ویدیو چند روز قبل از مرگ گریس منتشر شده بود. البته که نشونه‌های دیگه‌ای هم از قبل وجود داشت. مثلا یکی از دوست پسرهای سابق کیارا گفته بود که رفتارهاش عجیب‌تر شده. به خودش میگفته جادوگر قدرتمند. میگفته میتونه مردم رو جادو کنه، میتونه ذهنشون رو بخونه و حتی تاریخ دقیق مرگ آدم‌ها رو پیش بینی کنه. رابطه کیارا و آیزاک اونقدرها هم که از بیرون دیده میشد محکم نبود. اونها برای 3 سال نامزد بودن، ولی بعد از یه دعوای شدید که باعث شد کیارا با جراحت جزئی بره اورژانس، نامزدیشون تموم شد. پدر کیارا آیزاک رو از خونه بیرون کرد، اما با این حال این 2 نفر مخفیانه همدیگر رو بعضی وقتا میدیدن و کیارا مخفیانه آیزاک رو به خونه‌شون می آورد. و آخرش خانواده ها میفهمن و تسلیم میشن که این 2 نفر توی گاراژ خونه کیارا با هم زندگی کنن. اما مهمترین بخش ماجرا گذشته مشترکشون با گریس بود. گریس هم کیارا رو میشناخت، هم آیزاک رو. سالها قبل وقتی که گریس 16 سالش بوده، وارد یه رابطه کوتاه با آیزاک میشه که اون زمان 20 سالش بوده و بعدش خیلی دوستانه از همدیگه جدا میشن. اما گریس با کیارا هم وارد رابطه میشه. اونها هم یه دوره 11 ماهه با هم توی رابطه بودن و بعد که از همدیگه جدا میشن دشمنی عمیقی بینشون شکل میگیره. روایت‌ها درباره اینکه دقیقاً چه اتفاقی افتاده متفاوته، ولی خب متوجه شدین که گریس هم با کیارا توی رابطه بوده، هم با آیزاک. و وقتی که با این 2 نفر کات میکنه، این 2 نفر با هم دیگه کانکت میشن. و کیارا به هیچ عنوان از گریس دل خوشی نداشت و گریس تمام مدت سعی میکرد که از اون دوری کنه. سالها میگذره، گریس به زندگی خودش ادامه میده. آگوست سال 2022 توی تولد 21 سالگیش با دوست پسرش جکسون نامزد میکنه، اما فقط 3 روز قبل از مرگش ازش جدا میشه و دنبال جایی برای موندن میگشته. انقدر تنها بود که هیچ کسی رو نقطه امن خودش نمیدید و اگر یادتون باشه گفتم که رابطش با آیزاک خیلی دوستانه تموم شد. پس یکی از افرادی که ازش درخواست کمک کرد آیزاک بود و تنها کسی که قبول کرد کمکش کنه آیزاک بود. این در حالی بود که گریس نمیدونست خونه‌ای که داره میره خونه کسیه که برای سالیان سال ازش فرار میکرده. با این حال چون چاره دیگه‌ای برای خودش نمیدید توی اون خونه موند. اون شب هر 3 نفر توی گاراژ خوابیدن و به گفته آیزاک روی یک تخت خوابیدن. 12 ساعت بعد گریس مرده بود. آیزاک توی بازجویی گفت که صبح روز بعد کیارا ازش خواسته که خونه رو ترک کنه چون خیلی ناراحت بوده از اینکه آیزاک دوست دختر سابقش رو توی خونه خودش دعوت کرده. آیزاک گفت برای چند دقیقه، فقط 2 تا 3 دقیقه. رفت به خونه اصلی تا از سرویس بهداشتی استفاده کنه، اما وقتی که برگشت گریس مرده بود. کارگاه درباره زمان بندی قتل
از آیزاک میپرسه و آیزاک با جزئیات و خیلی دقیق جدول زمانی ارائه میده. اینکه گریس دقیقاً کی اومده، کی خوابیدن، کی بیدار شدن، کی رفته دستشویی و چقدر از دستشویی استفاده کرده. اینجا پلیس شک کرد چون طبق گزارش پزشکی قانونی جراحاتی که روی بدن گریس وجود داشت شدید و متعدد بودن. به نظر نمیرسید که این حمله در عرض 2 یا 3 دقیقه اتفاق افتاده باشه. یا آیزاک بیشتر از چیزی که میگه بیرون بوده، یا وقتی که قتل اتفاق افتاده توی گاراژ حضور داشته. بعد مسئله تماس با مادرش مطرح شد. آیزاک گفت حدود ظهر با مادرش تماس گرفته، اما فاصله زمانی بین مرگ احتمالی و تماس مادرش با 911 حدود 1.5 ساعت بود. در پایان بازجویی سوال اصلی مطرح شد: آیا تو به کیارا توی قتل کمک کردی یا نه؟ وقتی جدول زمانی با شدت جراحات وارد شده به بدن گریس نمیخونه، وقتی بین مرگ و تماس با پلیس بیشتر از 1 ساعت فاصله هست، آیا آیزاک فقط یک شاهد ترسیده بوده یا کسی که نقش خودش رو خیلی خوب تمرین کرده بود؟ بازجویی از کیارا از همون اول عادی نبود. وسط صحبت با کارآگاه یهو سرش رو میچرخون، شروع میکرد با یه نفر حرف زدن و این در حالی بود که هیچ کس به غیر از خودش و کارآگاه توی اتاق وجود نداشت. اون گفت چند تا شخصیت داره: فراکی، جینکس که خیلی دردسر سازه، ابی که خیلی محافظه‌کاره، جس یا جسیکا، کیارای کوچولو. حتی توضیح داد که هر کدوم از این شخصیت‌ها مثل بازیکنای یک کنسول بازی هن. همه به یه سیستم وصلن ولی در لحظه فقط یک نفره که دسته بازی رو توی دستش داره. و سوال کارآگاه دقیقاً همین بود: وقتی گریس کشته شد کدوم شخصیت داشت بازی میکرد؟ وقتی درباره گریس ازش پرسیدن جوابش متناقض شد. در واقع گریس اولین عشق کیارا بود. یک بخش از وجودش عاشق اون بود، اما بخش دیگه وجودش از اون متنفر بود. وقتی مستقیم ازش پرسیدن آیا تا حالا به کشتن گریس فکر کرده، گفت که چندین بار خواب قتل درباره آدم‌های مختلفو دیده. در نهایت وقتی که کارآگاه ازش پرسید که گریس رو کشتی، جوابش این بود که مطمئن نیستم. نه انکار قطعی، نه پذیرش واضح. فقط گفت مطمئن نیستم. کارآگاه ازش میپرسه که تو که گریس رو کشته بودی، چرا گوشش رو کندی؟ اما کیارا میگه که من فقط یه دونه گوش روی دیوار میدیدم که خیلی تیزه و به نظرم اومد که باید اون گوش رو از روی دیوار جدا کنم. این بازجویی داشت از واقعیت فاصله میگیره. یا کیارا واقعا در حال فروپاشی روانی بود یا سعی داشت که کارآگاه رو سردرگم کنه. داستان دائما پیچیده تر میشد. کارآگاه درباره آیزاک ازش پرسید و کیارا چیزی گفت که هیچ کس انتظارشو نداشت. اون ادعا میکرد یه سازمان هست که مسئولشه. سازمانی به اسم گوست یا روح که به گفته خودش یه جور نسخه زیرزمینی پلیس بوده، اما شدیدتر و کشنده تر. ادعا میکرد که این گروه افرادی رو که در قاچاق جنسی یا آزار کودکان دخیل بودن از بین میبره و آیزاک عضو این سازمان بوده. کیارا حتی گفت برای عضویت خالکوبی مخصوصی داشتن و اگر میخواستی سطحت رو بالا ببری باید یه اقدام مرگبار انجام میدادی. و طبق ادعای خودش آیزاک بهش گفته بود اگر میخواد پیشرفت کنه باید گریس جنینگز رو بکشه. حالا آیا واقعاً این سازمان وجود داشت یا بخشی از چند شخصیتی بودن کیارا بود؟ باید بگم پلیس هیچ مدرکی دال بر این که این گروه وجود داشته باشه پیدا نکرد. پس باید بگم که اصلا همچین سازمان مخفی وجود نداشته. اما نقش آیزاک این وسط چی بوده؟ پیام‌های بین کیارا و آیزاک وقتی بود که گریس خواب بود. پیام‌هایی که بینشون رد و بدل شده بود شبیه برنامه‌ریزی برای یک قتل بود. کارآگاه توی اتاق بازجویی پیام‌ها رو بلند خوند. آیزاک سریع انکار کرد. گفت اون من نبودم. من یه گوشه دیگه دارم و این پیام‌ها از اون فرستاده شده. توی پیام‌ها گفته شده بود باید از یک خنجر تیز استفاده کنن. حتی در مورد اینکه کثیفی بعد از قتل رو چه جوری تمیز کنن هم حرف زده بودن. مشخص بود همه چیز برنامه‌ریزی شده. بحث درباره نوع سلاح، سرعت مرگ، پاکسازی بعدش، سوزوندن شواهد، خرید مدافع جدید و مهمتر از همه پیام‌های دو طرفشون. و آخرین پیامی که بین این دو نفر رد و بدل شده بود مهر تایید برای قاتل بودنشون بود. آیزاک که دید چاره‌ای وجود نداره سکوت کرد. دیگه هیچ جایی برای برداشت اشتباه وجود نداشت. آیزاک گفت گریس رنج بزرگی برای کیارا بوده و این همون روایتی بود که هر دو نفرشون دائما تکرار می‌کردن. در نهایت آیزاک آپوداکا و کیارا مکلی به قتل درجه 1 متهم شدند. 1 ماه بعد در نوامبر سال 2022 قاضی اعلام کرد کیارا صلاحیت محاکمه نداره
و به مؤسسه سلامت رفتاری نیومکزیکو منتقل شد. اما 1 ماه بعد ارزیابی ایالتی گفت که اون صلاحیت داره و ژانویه سال 2023 به زندان سانتافی برگشت. آیزاک اعلام بیگناهی کرد. پرونده به دلیل تأخیرهای آزمایشگاهی جنایی عقب افتاد. اما توی فوریه سال 2025 کیارا مککلی در ازای شهادت علیه آیزاک در دادگاه به قتل درجه 2 اعتراف کرد و حکم احتمالی هر دو تا 30 سال حبس به زندانه. این یعنی هنوز حکم قطعی برای این 2 نفر بعد از این همه سال در نظر گرفته نشده. اما نظر شما چیه؟ به نظرتون گریس خودش نباید اون شب توی اون خونه میرفت یا اینکه کیارا آدم نرمالی نبوده؟ حتما نظراتتون رو توی کامنت برام بنویسید. مرسی که تا آخر پرونده همراه من بودید. مرسی که تارزا رو دنبال میکنید. لایک، کامنت، سابسکرایب یادتون نره. خیلی دوستتون دارم. تا یه پرونده دیگه